لحظه های آخرین ماه اکتبر خدا خواهد انشاءالله جنبل شوی خانه خدا است. اگر خدا میپرسد بندم دنیا دادم، مال دادم، ماشین دادم، به خاطر زن سپشکه و دستمانه طلا خریدی که یک بوسه هم بتیا، ماشین خریدی که مردم ها گفت من بای بچه هستم، خانه ساختی گوان که خانه زیبا دارد، برای چی خانه من استراحت نکردی؟ چی میگوی؟ عیناً اهل تاجیکستان زمین در سلام گرم و جوشان، اهل ازبکستان زمین در سلام گرم و جوشان، اهل قرقیزستان زمین در سلام گرم جوشان که شما چون که خدا خواهد یک تن یک جان شده، این خانه انشاءالله خدا خواهد به یاردن الله برپا شد. بازم یک تن یک تن لحظه های آخر شکن از دست نداده، همون یک تن و یک جان باشه. البته مکافاتش که پیغمبر حضرت انشاءالله عثمانه که تو برای خرسند کردن منو، خرسند کردن صحابه جنت گفت، همین خانه هم جنت است، چون که پیغمبر گفتند من بن الله مسجدا بن الله فی الجنه قصرا. امروز یک سومی اگر شما تید شیار زمین قریب 1000 تا آدم نفر در خدا خواهد رسیدی، 1 میلیون پول میشه عزیزی من خدا خواهد انشاءالله. من نمیگم که ماشین تفروخته منته، خانه تفروخته ته، بلکه یک سوم کوچه هم برای یک خدا خواهد بتا ساموسه قریب 500 سوم میشه. همین هم دریغ داشته شدیم. از امام اعظم رحمت الله علیه سوال کردن که آیا بای شویم نه؟ حضرت انشاءالله خدا خواهد پیشوای مذهب گفتادیان که البته انشاءالله خدا خواهد باشین مثل عثمان شویم. عثمان رضی الله تعالی عنه، عثمان ذی‌النورین میگن صاحب دو نور هستند، چون که دو دختری مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم در عقد نکاح و گرفتگی هستند. الحمدلله. همین حضرت میگه در جنگ تبوک میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم شتگی بود، صحابه آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم شکایت کردن از انشاءالله کم بیزاتی، کم نونی، زندگیشو تنگچیشو میگه شکایت کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه دلگیر شد، چهرهش مایوس شد. وقتی که عثمان رضی الله تعالی عنه این واقعه را دید، میگه یک لحظه میگه غیب زد و دی غیب زدنش الحمدلله میگه رفت خونش، میگه چقدر پول و مالی که داشت آورد، میگه در یعنی پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشت، گفت یا پیغمبر شاد باش، این پول و مال همین کم بغلا یعنی صحابان ده انشاءالله تقسیم کرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم چنان خرسند شدن، میگن که از طلا هم نوری روی رسول الله صلی الله علیه و سلم انشاءالله خوب شد و رسول الله بشارتی و حضرت عثمان گفتن عثمان تو جنتی هستی. الحمدلله. عزیزان من، امروز الله سبحانه و تعالی برای ما و شما مسلمانان همین خانه خودش خدا خواهد مکان انشاءالله با این جنت شدن الله سبحانه و تعالی امروز سزاوار داد. این فرصت ها خدا خواهد گاه می شود، بلکه مسجد خواهد 5 عصر و 10 عصر انشاءالله خدا خواهد خدمت میکند. دیگر این واقعه در هوشیار زمین نمی شود. عزیزان من، مبادا خدا اگر از آفت و بلاهاش نگه بدارد. و همین عزیزان من، چون که دستگیری شما پیش رفتی ما از خدا خواهد انشاءالله. من میبینم شما خدا خواهد ماشین های زیبا سوار شده سادین، خانه های زیبا استراحت دارین انشاءالله برای آبادی همین دنیا، نه که این خانه آبادی دو دنیا دارد، همین دنیا هم آخرت دارد. عزیزانی من خدا خواهد انشاءالله شما به فرق نباشین که این لحظه های خدا خواهد مکافاتی بهترین و عالی ترین از خدا خواهد انشاءالله. شما امروز یک سومتون دریغ داشته سادین، نه که برای دنیا تو خدا خواهد من میبینیم چندین جوانو، من انشاءالله بخیل نیستم، بخیلی نمیکنم، خدا باید تو بکنه، لیکن از خونه خدا به فرق نباشیم که لحظه های آخرین ماه اکتبر خدا خواهد انشاءالله جنبل شوی خانه خدا است. اگر خدا میپرسد بندم دنیا دادم، مال دادم، ماشین دادم، به خاطر زن سپشکه و دستمانه طلا خریدی که یک بوسه هم بتیا، ماشین خریدی که مردم ها گفت من بای بچه هستم، خانه ساختی گوان که خانه زیبا دارد، برای چی خانه من استراحت نکردی؟ چی میگوی خدا خواهد؟ این فکتا روز قیامت میشود، چون که الله سبحانه و تعالی ما را خدا خواهد این دنیا امتحان است، دنیا مزرعه الاخره است. خدا در سوره انشاءالله ملک میگه استعیذ بالله لنبلونکم، ما شما را خدا خواهد برای امتحان آفریدیم کدام شما عمل خوب میکنین. عمل خوب انشاءالله خدا خواهد چی است؟
همین خدا خواست ساختنی خانه خدا در روی زمین است. عزیزان من امید میکنیم خدا خواهد که شما خدا خواهد انشاءالله دستگیری میکنه، چون که انشاءالله خدا خواهد مسجد این خدا خواهد انشاءالله موقع خدا خواهد خلق است. الحمدلله خلق یک جا خدا خواهد آباد میکنه، ما میشیم شما میشیم انشاءالله مسجد ما آباد میشه. بریم نزدانی من البته مکافاتش که پیغمبر حضرت انشاءالله عثمانه که تو برای خرسند کردن منو خرسند کردن صحابه جنت گفت، همین خانه هم جنت است، چون که پیغمبر گفتند من بن الله مسجدا بن الله فی الجنت قصرا. کسی که در دنیا مسجد میسازه خداوند در جنت قصرش میسازه. هر قصری که یکیش از طلا یکیش از نقره است. حتی که در جنت دور مدن ما پشیمان میشیدیم کاش که در دنیا با عمل بیشتر میکردم و درجه مثل عبدالله با بلندتر میشد. بلندتر شدنی درجه از انشاءالله خیر احسان و طاعت و عبادت کردنی ما و شما عزیزان است. همیشه برای شما تنسیتی خانه آبادی، همیشه آرزوی ما خدا خواهد شما مردان میلیاردر و سخاوتمند شه خدا خواهد انشاءالله و همیشه در جای باشه در امان خدا باشن. عیناً اهل تاجیکستان زمین در سلام گرم و جوشان، اهل ازبکستان زمین در سلام گرم و جوشان، اهل قرقیزستان زمین در سلام گرم و جوشان که شما چون که خدا خواهد یک تن یک جان شده این خانه انشاءالله خدا خواهد به یاردم الله برپا شد. بازم یک تن یک تن لحظه های آخر شکن از دست نداده همون یک تن و یک جان باشه انشاءالله خدا خواهد خانه خدا آباد میشود و خرسندی ها شادی ها بعد پشیمان نشیم که کاش که میکردم، کاش که انشاءالله خدا خواهد کاش کش نشیدنش در کار. چون که امروز یک سومی اگر شما تید شیار زمین قریب 1000 تا آدم نفر در خدا خواهد رسیدی 1 میلیون پول میشه. عزیزی من خدا خواهد انشاءالله من نمیگم که ماشین تفروخته منته خانه تفروخته، بلکه یک سوم کوچه هم برای یک خدا خواهد 2 تا ساموسه قریب 500 سوم میشه. همین هم دریغ داشته شدیم عزیزان من نداریم خدا خواهد انشاءالله برای خدا برای پیشرفتی کار در عمر و رزق و کار از بلاها خدا نگه میدارد و تو فعل این خیر احسان همیشه سخن کنیم. سخن بسیار است برای شما. بار دیگر خانه آبادی تنسیتی خدا شما را برده صحت سلامت با یک کیسه های پر با یک روی های سرخ نزد خاندان نزد وطن عزیز برگشت همه مسافران را سفرهای با برار. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم.